از قدیم میگن یلا طولانی ترین شب ساله، اما به نظر من یلای امسال طولانی نیست بامرام. فقر و شب یلا که جور در نمیاد. اونی که فقیره شب طولانی نمیخواد. یلایی که بخواد صدای خنده هامون همسایه فقیرنشینمون رو اذیت کنه که یلا نیست. یلایی که بخواد کودکی سر چهارراه گل بفروشه. یلایی که بخواد بیماری به خاطر نداشتن پول دارو از دنیا بره. یلا واسه اونایی که پدر و مادر ندارن یلا نیست بامرام. هموطن، من به جای بعضیا شرمندتم که شب یلای امسال واسط گرون تموم میشه. هموطن، من به جای بعضیا شرمندتم که شاید امسال نتونی واسه خانوادت شب یلا بگیری. رفیق، یه خواهشی ازت دارم، تو رو به ناموست قسم مشتی باش. اگه امسال از شب یلا تکس گرفتی، اون عکس تو دنیای مجازی نذار، تا کسی شرمنده زن و بچهش نشه.